سلام به همه دوستان عزیز، من احسان آجرسنی هستم و صدای توتی اینو بعضی وقتا وسط فیلم میاد. آقا هدف یه سری فیلم میخوام درست کنم راجع به یه پروژه شخصی که فکر میکنم به کار خیلیا بیاد. آره توتی هم تایید کرد. سایت فعلی من الان با وردپرسه. وردپرس خیلی خوبه، خیلی پلاگین داره، خیلی وقتی به یه جایی میرسه دیگه دیوونت میکنه، آشغاله. و مقاله بنویسی دست و دلت به کار نمیره، انقدر که این پنلش کنده. حالا با یه سری روشا میشه سریعش کرد، ولی تو این هاستای اشتراکی و اینا خیلی امکانات نداری دیگه. مگر که هر جا پول بدی آش میخوری دیگه. گفتم من تخصصم من چیه، دارم چی کار میکنم، لاراوله. بیام روی این یه ذره دست خودم باشه، ببینم چی به چیه. من رجوع آوردم به یه سری از CMS های از پیش ساخته شده لاراول. بهتون نشون میدم، همونجوری بعدم میگم که چی شد. حقیقتش من با هیچ کدوم ارتباط نگرفتم. این چیه استاتامیک که هست، این خیلی خوب بود، ولی خب این نسخه رایگان نداره، پرایس کوینو داره، لاماستر همه چی داره. این من اینو پسند میدم، ولی خب رایگان نیست دیگه. جامعه یا اوپن سورس رو باید زنده نگه داریم. تویل یه چیز ساده ای بود، تست کردم، امتحان کردم، نه خیلی زیاد ولی تا جایی که تست کردم این پیج بیلدرش و اینا خیلی خوبه. لامصب این چیزاییه که توی این پروژه لاراولی هم قراره داشته باشیم. یه چیزی راحت درگ اند دراپ کنیم، کامپوننت بذاریم، صفحه بتونیم درست کنیم. بالاخره داریم هم وردپرس ما اینور دیگه، مقاله می‌خوایم آپلود کنیم، راحت یه مدلی باز بشه انتخاب کنیم. ولی این تا جایی که یادمه صرفا برای چیز بود، مقاله و اینا بود. من دوره میخوام بذارم تو سایت، چه میدونم محصول و اینا میخوام بذارم، ولی میشه ارتقا شد، ولی نمیدونم با اینم خیلی ارتباط نگرفتم. من حس میکنم یه چیز بسته‌ایه، یه ذره یه چیز بازتری میخوام. آره اینم صدای توتی بود، چسبیده من ول نمیکنه. اکتبر CMS اینو یادم نیست، خیلی وقت پیش تست کردم، ولی فکر میکنم اینم پولی بود تا جایی که یادمه. نظر گره فری لایسنس. نمیدونم پولیه یا نه، ولی دیدید یه ذره آدم شرطی میشه بعضی وقتا. یه چیزی رو میبینه توی یه محصول، یه سایتی، یه خدمتی میبینه توی اینترنت، اگه رایگان باشه که مثلا اگه زده بود اوپن سورس یعنی کاملا رایگانه، اگه زده بود گت فری فلان یعنی پولیه. ببینم همه چی برعکس شده. وان فری لایسنس یه دونه رو میتونید بگیرید، ولی من اینم نمیخوام، اینم انگار تجاری سازی شده. پس بیخیالش میشیم. میرسیم به فیلامنت که احتمالا پنل ادمین کارمون رو با این پیش بریم و یه چیز پکیج محور باشه. شاید ما این پیش نریم، نمیدونم چی میشه. پکیج محور باشه یعنی که چیز باشه دیگه، هر کسی هر قابلیتی، مثل وردپرس که پلاگین نصب می‌کنه اینا پکیجی باشه، کامپوز اینستال فلان، پکیج فلان رو نصب کن. آره بریم با هم کارو شروع کنیم.